خدمت شما دوستان گل عزیز. امروز میخوایم بریم یه مصاحبه خوب داشته باشیم با یه فوتبالیست درجه یک و بپرسیم از اون چه کار کرده است. خب خودتون رو معرفی کنیم. بی‌زحمت آقا فرام. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام عوامل پشت صحنه. خیلی خوشحالم که در اختیار شما هستم. یه سلام ویژه هم دارم به بینندگان عزیز. امیدوارم که یه مصاحبه خوبی داشته باشیم. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از شما. فقط اول کار بی‌زحمت بگین سنتون چقدره؟ بنده 18 سال و 10 ماه، نزدیک بله. خب 19 دیگه. خب شما فوتبالیست هستین مثل این که و تو تیم‌های متنوعی بازی کردین. می‌خواستیم ببینیم که اولا بگیم که در چه تیمایی بازی کردین توی استان. بله خب نظر لطف شماست. من فوتبالمو از سن 13 سالگی و تو آکادمی شهرداری بندرعباس شروع کردم. زیر نظریه مربیان متعددی کار کردم که از همین جمله اسم نمیارم که از قلم کسی نیفته، از همشون تشکر میکنم. بعد از شهرداری به تیم البدر بندر کنگ رفتم که در شهر بندر کنگ و شهر بندر لنگه بود و لیگ برتر کشور نونهالان سال 1398 بود که ما تونستیم اون فصل با یک کادر خیلی خوب قوی و بازیکن‌های بسیار خوب صعود کنیم به جزو چهارتای برتر کشور. و سال بعدش هم که دوباره همچنان تیم البد در خدمت تیم البد بودیم. خدا رو شکر بدک نبود، نسبت به سال قبل خیلی خوب نبود، بهتر از سال قبل نبود، ولی خب ما تمام تلاشمون رو کردیم و چهارم گروه شدیم. تمام شد. سپس سال بعدش پیشنهاد داشتیم از باشگاه فولاد هرمزگان که مربی خودمون تو البد سرمربی تیم فولاد شده بودن، در اختیار باشگاه فولاد هرمزگان قرار گرفتیم و 3 فصل خوب رو در باشگاه خوب و بزرگ فولاد هرمزگان داشتیم. بله خیلی ممنون از شما. و اینکه دوستان البدر بندرکنگ یکی از تیم‌های خیلی خوب استان هرمزگان بوده که سالهای زیادی فعالیت کرده و سال آخری که آقا فرام بودن تونسته به نیمه نهایی بره که اونجا با تیم‌های سپاهان و کیا و اینا بازی داشتن که متاسفانه کرونا اومد و بله بازیاشون کنسل شد و اون سال و تیمشون خیلی خوب بود. اون سال واقعا بازیاشون خیلی عالی بود. خب فرام بیشتر راجع به اون سالهای البته میخوایم بشنویم، توضیح بده ببینیم اون سالا تو در کنار تیم تو شنیدم که خانواده‌ات ساکن بندرعباس بودن و اینکه اونجا چیکار کردی با شرایط خونه و خوابگاه و غذا؟ بله خب ما منزل بندرعباسه و به شهر کنگ که رفتم تو خوابگاه باشگاه البد بودم و جو خیلی عالی. جا داره تشکر کنم از جناب دکتر ایرانی و جناب دریابان مالک باشگاه که زحمات زیادی رو برای باشگاه البد کشیدن و یه امکانات خیلی خوب، 2 تا زمین تمرینی، سالن وزنه، یه زمین بازی، خوابگاه مجلل، غذا، امکانات تکمیل فول و ما مثل بقیه تو خوابگاه کنار بقیه زندگی کردیم و خیلی روزای خوبی بود و اوقات خیلی خوبی داشتیم. بله پس تو خوابگاه بودیم کنار بچه‌ها و تیمتون امکانات خوبی رو بهشون داده. بله و متاسفانه می‌بینیم که امروزه کمتره و تو شهرستان خودمون این امکانات و اون موقع تیم البد خیلی واقعا امکانات خوبی بود. خب چند تا سال اول اینکه بپرسیم کنار چه بازیکنایی بازی کردید؟ چند تا رو نام ببر در البد یا فولاد. حالا خب کنار چجوری بگم بازیکنای زیادی بازی کردم، همشون هم اکثرا رفقام هستن، بازیکنای خوبی ان. حالا 2 3 تا که بالاخره 2 3 4 تا که ما هم صمیمی‌تر بودیم، جعفر خدایی دروازه‌بانمون، نیما فسپور، علی دولتی و حالا بقیه رفقامون که اگر هم اسمی ازشون نیاوردیم بدونن که همیشه دوستشون داریم و همیشه بهترین. بله و اون سالی که می‌خواستم ببینم اون سالی که شما صعود کردیم به نیمه نهایی و تیم خیلی خوب داشتیم، سرمربیتون کی بود؟ حالا کمکش سرمربیمون آقای محمد چرخزند و کمکشون آقا رضای پورارژنگی در کنار آقا جمال جاسمی و مربی دروازه‌بانمون آقا محمد صالحی و در کنار جا داره اینجا یه تشکر ویژه کنم از مرد زحمتکش و درجه یک خوابگاهمون جناب عادل بوشهری که
داره یه تقدیر ویژه واقعا همه لحاظه ازشون بشه که چه تو اردو چه تو خوابگاه تمامی جاها از این بچه‌ها حمایت کرد و در کنارمون بود و مثل یه بزرگتر همیشه هوامون رو داشت. واقعا ممنونیم ازش. بله و همچنین ما هم از این عواملی که باعث میشن فوتبال استانمون رشد کنه و هر سال حداقل بهتر بشه واقعا تشکر میکنیم که باعث پیشرفت این موضوع. خب بریم چند سوال بعد آخر و سوالای فوتبالی از پرام بپرسیم ببینیم کدوم رو انتخاب میکنه. خب پرام تو ایران پرسپولیس یا استقلال؟ اول شروع کنیم. دیگه جواب نه ولی پرسپولیس دیگه. بله. خب طرفدار پرسپولیس. بله. خب رئال یا بارسا تو خارج؟ با افتخار رئال مادرید. ای بابا من خودم بارساییم ولی حالا دیگه به افتخار آقا پرام اشکال نداره. خب شما بازیکن‌های اولا بگیم که رونالدو یا مسی؟ رئالی حالا ولی رونالدو رئالیه ولی خب بله و در پست خودتون ازتون نپرسیدیم فکر کنیم. پستتون اول بگین در چه پستایی بازی کردین؟ من پست تخصصی هافک دفاعیه ولی خب تو لیگ برتر حالا به تصمیم‌های سرمربی احترام گذاشتم و دفاع راست و دفاع آخر و حتی هافک وسط هم بازی کردم. بله بسیار عالی. بازیکن مورد علاقه تو پست خودت که هافک دفاعی بود به ما بگو. تو ایران یا خارج؟ تو ایران اول بگو تو خارج هم بگو. با اختلاف آقا کریم باقری. بله خیلی عالی. و تو خارج؟ تو خارج هم حالا بازیکن‌های بزرگ زیادی وجود داره ولی حالا به شخصه الگوی خودم و کسی که بازیشو بیشتر دیدم قاسمی. بله خیلی هم عالی. خب چند تا سواله بله یا کدوم بازیکن ازت می‌پرسم شما انتخاب کن بینشون و مسابقه ما به پایان میرسه. خب بریم از دفاع شروع کنیم. پیکه یا راموس؟ با اختلاف راموس یا روبرتو کارلوس؟ از رئال بپرسیم. سوال خیلی سختیه ولی ترجیح من چون که بازی راموس بیشتر دیدم راموس یا ویژیل ون دایک؟ بدون شک راموس یا کارلوس پویول؟ پویول هم خیلی دوست دارم بخاطر اخلاقش ولی چون رئالی هم بازم راموس یا مالدینی؟ خیلی سوالات رو سخت بله دیگه چون میدونم رئالی و قطعا راموس. مالدینی. خب مالدینی یا پیلو؟ مالدینی یا کاناورو؟ مالدینی. خب بریم حالا توی مالدینی یا زیدان یا اینیستا؟ زیدان یا ژاوی؟ زیدان یا کروس؟ و زیدان یا رودگولیت؟ و زیدان یا کریستیانو رونالدو در آخر؟ خیلی سوال سختیه ولی کریستیانو رونالدو. بله کریستیانو رونالدو. خب خیلی ممنون از دوستان از شما که مسابقه ما رو تا آخر دیدین. لطفاً لایک کنین و چنل منو فالو کنین. صحبت پایانی چیزی نداری آقا فرنبی؟ خداحافظی. در آخرم اول که تشکر کنم از همه کسایی که برام تا زحمت کشیدن، تک تک مربیان و همه رفقایی که تا اینجا با اون بودن و از همشون تشکر دارم. از شما تشکر ویژه میکنم بابت این مصاحبه و در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. خداحافظ شما و بینندگان عزیز تا ویدیوی بعد.